بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بینندگان ارجمند و گرامی و علاقمندان برنامه آموزش روحانی قرآن در هر کجایی که هستید و در این لحظات دارید برنامه خودتان را مشاهده می کنید، خدمت یکایک شما سروران و گرامیان عرض سلام و ادب و خسته نباشید دارم و امیدوارم که صحتمند و سر حال و شادکام بوده باشید. با برنامه دیگر از سری برنامه‌های خودتان در خدمت شما گرامیان هستم و در این برنامه ان شاء الله با درس جدید در خدمت شما هستیم که صفحه 128 و 129 قرآن چاپ مدینه منوره است و البته امروز به یاری پروردگار شروع میکنیم سوره دیگری از سوره های قرآن را که سوره الانعام می باشد. البته از آیه 1 تا آیه 18 این سوره درس اصلی ما می باشد و در کنار این درس فرعی نیز داریم که یکی از سوره های کوتاه یا قصار سور قرآن است، سوره ماعون هست. و اما قبل از آن و انشاءالله در خلال برنامه 3 بخش از کلیپ های شما را به صورت متوالی انشاءالله طی 2 ساعتی که در خدمت شما قرار داریم پخش خواهیم کرد. اگر اجازه بدین در قدم نخست بخش اول کلیپ های ارسالی شما گرامیان را با هم میبینیم و بعد از آن به تعلیقات در رابطه به تلاوت های نونهالان گلستان قرآنی خواهیم پرداخت. با ما باشید. الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن يضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس خناس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإلاف قريش
الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. گرامی با عرض سلام مجدد و دوباره در خدمت شما هستم و بخش اول کلیپ های ارسالی شما را مشاهده کردم. البته در این بخش ندا جان یا به عربی ندا محمد رومان و محمد آریان و اسما گل ما دخترک گل ما از تاجیکستان عبدالله جان مریم هارون و احمد اینها تقریبا 7-8 تا از نونهالای گلستان قرآنی تلاوت کردن و به تلاوت های اینها گوش دادیم و حالا می پردازیم به تعلیقات. امیدوار هستم که این دوستای گرامی و سایر دوستان متوجه باشند چون هدف از این برنامه همانا درست خواندن قرآن از روی قرآن است، نه حفظ، و اگر حفظ بشه چه بهتر. و وقتی تعلیق میکنیم هدف از تعلیق این است که دوستای گرامی را متوجه اشتباهاتشان میکنیم و سایر دوستا هم از این اشتباهاتی که بیان میشه و از صحت کلمات و آیاتی که بیان میشه اطمینان پیدا کنن و دیگه انشالله که اشتباه دیگه تکرار نمیشه از پیششان، چون یک بار که انسان گوش کرد و دقیق متوجه شد که مثلا در کلمه، در آیت، در حرف دچار اشتباه شده و طریق ادای درست و نطق درست ای حرف یا ای کلمه چنین هست، دیگه انشالله که اشتباه تکرار نمیشه. خب شروع میکنیم از ندا یا نیدا نوشتن که اگر عربی بگیم شاید ندا باشه به الف مقصوره. دختره که گل و نازنین ما از کردستان عراق سوره اخلاص البته خیلی خردسال بودن. آفرین ندا جان، ماشاءالله دختره که نازنین خیلی خوب خواندی و منتظر کلیپ های بعدیت نیز هستیم و فقط البته برخی از حروفی که دچار یعنی اشکال بود در نطقش انشاءالله که رفع میشه و ما در خلال برنامه انشاءالله سوره اخلاص دوباره میخوانم تا دوستایی که این سوره را قرائت کردن متوجه اشتباهاتشون شوند. خب بینندای بعدی ما محمد رومان جان و محمد آریان جان از اوکراین هستند، از بینندای دائمی هستند. ما البته عادت کردیم که این دو عزیز ما تلاوت خیلی زیبایی داشتن و اشتباهاتشان کاملا اشتباه نمی کردن. ما در
چند قسمت گذشته که دیدم. اما در این آیه 3 سوره مائده محمد رومان جان و محمد آریان جان مثل ای که دقیق متوجه نشدن یا ای که دقیق به قرائت یکی از قاری های قرآن گوش ندادن، به این خاطر چند اشتباهی از ایشان رخ داد. انشالله که محمد رومان جان و محمد آریان جان این اشتباهاتشان متوجه شوند و دیگه اشتباهات تکرار نشوند. خب ودمو ما داریم یکی زمه داریم یکی واو. وقتی دمو خواندیم در حقیقت اینجا واو قائل شدیم، در حالی که ودمو نمیشه. پس متوجه نقطه باشین. ودمو به ضم میم، به پیش میم، نه به واو. یعنی واو بعد از میم واو نیست، فقط میم مضموم هست و پیش داره. پس ودمو دمو نمیخوانیم. خب والموقوذة دوست گرامی ما اینجا ما دقیق یادداشت نگرفتیم، نفهمیدیم که دوچار اشتباه شدن، اما اشتباهی چون چه بود دقیق به متوجه. موقوذة خواندن یا چه خواندن دقیق ما اینجا یادداشت نگرفتیم. خب کلمه بعدی که محمد رومان جان و محمد آریان جان اشتباه کردن، نمیدونم کدام یک از اینا بودن، چون هر دویشان یک جای میفرستن، ما تشخیص داده نمیتونم کدام یک از اینا محمد رومان است و کدام یکشان محمد آریان. تستق سیمو ما بعد از ت سین داریم. تستق قاف قلقل است، سیمو واو داریم، بعد از میم واو داریم. تستق سیمو، لکن اینجا ما که شنیدم نطقشان تستق سیمو خواندین. اینجا برعکس ودمو، اینجا واو نیست، اینجا واو هست، شما ضمه قائل شدین، در حالی که در ودمو ما واو نداشتیم لکن شما واو تلفظ کردین محمد رومان جان و آریان جان. خب اشتباه دیگری که متوجه اینجا یادداشت کردیم غفور الرحیم نیست محمد رومان جان. فإن الله غفور الرحیم نیست، به نصب ری نیست بلکه به ضم ری هست. خب فقط چند اشتباهی بود که ما اینجا داشت گرفتیم. بیننده بعدی ما اسما جان از تاجیکستان. اسما گل دخترک گل ما سوره ناس را زیبا تلاوت کرد، اما البته باز هم به علت به دلیل خردسالی اشتباهات داشت که امیدوار هستم در کلیپ های بعدی اشتباهات تکرار نشود. بعدش عبدالله جان 5 ساله از تاجیکستان. عبدالله جان ماشاءالله بسم الله الرحمن الرحیم خیلی زیبا نطق کردی، خیلی زیبا تلاوت کردی، اما در وقتی وارد سوره قریش شدی، یعنی آیه اول تلاوت کردی، لی‌الافی خواندی، در حالی که اینجا ما یاد داریم لی‌الافی وقتی لی‌الافی خواندیم اینجا لام مشدد کردیم، در حالی که اینجا لام مشدد نیست، و یا را حذف کردیم در حالی که اینجا یا هست. لی‌الافی قریش. بعدش ایلافهم، باز هم اینجا هست، ایلافهم نمیخوانیم، ایلافهم. لی‌الافی قریش، ایلافهم رحلة الشتاء والصيف. اینجا عبدالله جان رحلة الشتاء والصيف خوانده که این اشتباه است. ما فقط کسره داریم، تنوین نداریم. رحلة الشتاء والصيف. بعدش فلیعبدو، ولیعبدو نمیخونیم،
فلیعبدوا فیس فلیعبدوا رب هذا البیت. خب عموما عبدالله جان احسنت پسرک گل، متوجه انشالله که شده باشی و کلیپ بعدی وقتی میفرستی بسیار زیبا. لی ایلاف قریش ایلافهم، این دو اشتباهی که از صورت گرفت انشالله که رفع شود. خب بعد میرم سراغ بیننده بعدی که مریم بود. مریم گل از کابل سوره ناس یا قل اعوذ برب الناس تلاوت کرد. احسن دخترک گل، اما متوجه کسره باش، ملکه نخوان، ملکی. قل اعوذ برب الناس. اول اینکه حکم حق نون مشدده که غنه به مقدار 2 حرکت صدا کو. قل اعوذ برب الناس ملک الناس. حق نونای مشدد باید ادا شه و ملکی کسره باید ظاهر شه و همچنین من شر نمیخونیم، من شر الوسواس الخناس. البته سوره ناس هم یکی از درسای فرعی ما بود که من در تقریبا 7-8 قسمت قبل در یکی از برنامه ها این سوره را مفصل تشریح کردیم. انشاءالله که دوباره گوش بدی به این سوره و در برنامه آینده قل اعوذ برب الناس یا سوره ناس بهتر از این بار قرائت بکنی. تشکر میکنم از مریم. و بیننده بعدی ما هارون جان از هرات. هارون پسرک گل ما ماشاءالله بسیار صدای خوش و صدای گیرایی داشتی. احسنت. سوره فاتحه را تلاوت کردی ماشاءالله، خیلی خوش شدم. اما هارون جان متوجه باش که الحمدلله رب العالمین، عالمین نخوان، گفتیم الف نطق کردیم در حالی که اینجا عین است. الحمدلله رب العالمین، عالمین. خب الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. مالک یوم الدین، مالک یوم الدین خوانده نمیشه هارون جان. الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، مالک یوم الدین به مقدار 2 حرکت. اما مالک یوم الدین اینجا ما مد نداریم، بدون مد است. نقطه دیگر که ما اینجا باز یادداشت کردیم ایاک نستعین. هارون جان ایاک نستعین، کنستعین سین داریم، بعدش ت، سینم باریک خوانده میشه و ت هم باریک خوانده میشه. اما خودت چه قسم خوانیم؟ ایاک نستعین، به جای سین صاد نطق کردی و به جای ت توی نطق کردی که البته توی از جمله حروف استعلاست که پر خوانده میشه. تشکر میکنم از هارون جان و از دوستایی که در نطق حروف مشکل دارن. باز هم اینا را توصیه میکنم و ازشان خواهش میکنم که قسمت های اولی برنامه که از قسمت اول تا قسمت تقریبا 15 و 16 هم است که کاملا درس های اولیه و ابتدایی و مقدماتی است و بیشتر بحث مخارج حروف و مسائل اولیه است، اونها را حتما مشاهده کنند تا اشتباهات رفع شود. خب بیننده بعدی ما احمد جان از تاجیکستان. احمد جان احسنت، سوره اخلاص تلاوت کردی. فقط قل هو الله احد، حرف ح باید درست نطق شود و دیگه ولم یکن له، یکن له، یکون له نمیخوانیم، ولم یکن له، یکن له، یکن له، یکون له خوانده نمیشه، واو نیست احمد جان. خب تشکر میکنم از این 8 بیننده که در بخش اول کلیپ های ارسالی به تلاوت هایشان گوش دادیم. امیدوار هستیم که از نقاطی که تذکر داده شد این بیننده های عزیز و گرامی و همچنین سایر بیننده ها مستفید شدند. خب حالا نوبت میرسه به شرح درس اصلی ما که صفحه 128 و 129
قرآن چاپ مدینه منوره است. امیدوار هستیم که دوستای ما قرآن باز کنن و به صفحه 128 و 129 مراجعه کنن که سوره ابتدای سوره انعام است. ما الحمدلله در برنامه گذشته آخرین 2 صفحه سوره مائده را شرح نمودیم و این سوره مائده را به یاری الله تعالی به اتمام رساندیم. حالا می پردازیم و شروع میکنیم به یاری پروردگار شرح احکام تجویدی سوره انعام را. خب شروع میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي. الحمد لله وقتی الحمد لله میگیم اینجا لفظ جلاله مرقق خوانده میشه و حرکت آخر هره با لام وصل میکنیم. الحمد لله الذی. لام هم اینجا چه هست؟ مشدد است. الحمد لله الذی. الحمد لله الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. اگر وقف کردیم، اگر وصل کردیم والنور. ثم الذين اینجا میم مشدد است. ثم الذين مستقیما الف نطق نمی کنیم. ثم الذين میریم روی لام که لام هم مشدد است. ثم الذين كفروا بربهم ری پر خوانده میشه. یعدلون عین اینجا ساکن هست. میریم سراغ آیه بعدی. هو الذی خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. هو الذي خلقكم من طين. ادغام میشه گفتیم بعد از هرگاه بعد از میم ساکن میم بیایه اینجا ادغام میشه و پس خلقكم من اینجوری نطق میشه. خلقكم من طين ثم قضى أجلا. در حالت وقف اگر خواستیم وصل کنیم ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. اینجا بعد از تنوین واو بود و از جمله حروف ادغام هست. اینجا هم بعد از تنوین حرف میم و میم هم از جمله حروف ادغام هست. بعدا اینجا میبینین این علامه را گفتیم وقتی دو کسره یا دو فتحه متساوی بیایه علامه اظهار است و به حرف بعدی نگاه نمی کنیم که در حتما حرف بعدیش یکی از جمله حروف اظهار است، عین است. پس مسمن عنده میخوانیم، مسمن عنده خوانده نمیشه. ثم انتم تمترون. ثم انتم بعد از نون ت هست و ت از جمله حروف اخفاست. انتم تمترون. میریم سراغ آیه بعدی.
وهو الله في السماوات وفي الأرض وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وهو الله في السماوات اینجا الف و لام نطق نمیشه. في السماوات وفي الأرض يعلم سركم سین مرقق خوانده میشه و اینجا ری چون مفتوح است مفخم نطق میشه. وجهركم ويعلم ما تكسبون کاف ساکن هست. آیه 4 وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وما تأتيهم همزة ساكن است. وما تأتيهم من اینجا حکم ادغام داره چون میم ساکن است بعدش میم آمد حکم ادغام است. اینجا میم با میم مدغم میکنیم. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم اینجا هم ادغام است چون بعد از تنوین حرف میم آمد و میم از جمله حروف ادغام است. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. سراغ آیه بعدی میریم. آیه 5 فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. فقد كذبوا ذال مشدد است. بالحق حرکت آخر بار بلام میچسبانیم وصل میکنیم. لما اینجا میم مشدد است. جاءهم مد متصل. فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. اینجا اقلاب حکم اقلاب است. خب میریم سراغ آیه بعدی. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن در سورة وقف من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم
فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من باز اینجا حکم ادغام است من قرن اینجا اخفاست من قرن مکناهم اینجا ادغام بعد از تنوین حرف میم است مکناهم فی الارض ما لم نمکن لكم بعد از نون ساکن لام آمد اینجا ادغام و ارسلنا وصل میکنیم و ارسلنا السماء علیهم مدرارا وجعلنا الانهار وجعلنا اینجا حرکت آخر عین با لام وصل میکنیم حرکت آخر نون باز هم با لام بعدی وجعلنا الانهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم بعد از میم حرف ب آمد گفتیم در احکام میم ساکن وقتی بعد از میم حرف ب بیاید اخفا و بعد از میم اگر حرف میم بیاید ادغام و در مابقی حروف اظهار فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم اقلاب من بعدهم قرنا آخرين میریم سراغ آیه بعدی ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولو نزلنا زیر حرکت زیر بلام میچسبانیم نزلنا عليك كتابا في بعد از تنوین فی آمد از جمله حروف اخفا كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. اینجا یک نقطه است میخوام بیننده های عزیز و گرامی متوجه شوند در کتابا فی قرطاس فلمسوه. اینجا متوجه اگر باشین ما دوبار اینجا را پر خواندیم. ما در احکام ری گفتیم قبلا بارها شرح شده که گفتیم هرگاه ری مفتوح و مضموم باشد پر میخوانیم و مکسور باشد باریک و مرقق میخوانیم. اما گفتیم هرگاه را ساکن و ما قبل آن مفتوح و مضموم باشه پر میخوانیم و اگر مکسور باشه باریک میخوانیم. اما اینجا برخلاف عادت ری اگر متوجه باشین ری ساکن هست و ما قبل آن مکسور، یعنی باید چی بخوانیم؟ باید باریک بخوانیم. اما ما خلاف عادت اینجا پر خواندیم. علت چیست؟ دلیل چیست؟ و چرا اینجا پر خوانده شد؟ خب جبریل علیه السلام
به همین گونه هنگام نزول وحی در نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم یا به پیامبر صلی الله علیه و سلم این کلمه را به همین گونه نطق کرد و اگر بخوایم از نگاه تجویدی توضیح بدیم، هرگاه را ساکن باشه و حرف ما قبل مکسور باشه نگاه میکنیم به حرف ما بعد آن. اگر حرف ما بعد آن از جمله حروف استعلاء و صداقت قض و مفتوح باشه مستقیما چی میکنیم؟ پر میخوانیم و این کلمه البته این حکم خیلی نادر هست. پس اینجا ما خلاف عادت باریک نمیخوانیم، پر میخوانیم. قیر طاسین، قیر نمیخوانیم، قیر طاسین فلمسو. خب دوستان گرامی، فقط خواستم که این نقطه را براتون توضیح بدم. خب میریم سراغ آیه بعدی که آیه 8 است. وقالوا لولا انزل عليه ملك ولو انزلنا ملكا لقضي الامر ثم لا ينظرون. وقالوا لولا انزل علیه ملک، در صورت وقف اگر وصل کردیم وقالوا لولا انزل عليه ملك ولو انزلنا ملكا لقضي الامر ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. خب میریم سراغ صفحه بعدی و آیه بعدی، صفحه 129 و آیه 9 سوره الانعام. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولو نمیخوانیم، ولو جعلناه مضموم است، باز نشوه که برخی جعلناهو بخوانن، هو خوانده نمیشه، جعلناه، فقط صدای ضمه را ظاهر میکنیم. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا اگر وصل کردیم لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. بعد از تنوین حرف واو آمد و اینجا حکمش حکم ادغام است. رجلا ولا دلام است. ولا لبسنا اگر یک سریع بخوانیم ولا لبسنا، اگر بخوایم اندک شرح بتیم ولا لبسنا، اما در صورت عادی ولا لبسنا عليهم ما گفتیم هرگاه بعد از میم حرف میم بیاد حکم ادغام است، حکم ادغام را به خود میگیرد. خب میریم سراغ آیه بعدی، آیه 10. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد استهزئ
ولقد استهزئ، چون اندکی خواندنش مشکل است. ولقد استهزئ، اگر خواستیم یک بار بخونیم. ولقد استهزئ ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به. در صورت وقف اگر نفس یاری نکرد. فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. خب میریم سراغ آیه 11. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل سيروا مرقق خوانده میشه. قل سيروا في الأرض في الأرض ثم انظروا ثم انظروا ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. آية بعدي. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. قل لمن ما في السماء. اینجا دو حرف با هم مدغم میکنیم. قل لمن ما في، بعد اینجا هم ادغام است. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله قل لله كتب على نفسه الرحمة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم سين مرقق خوانده میشه. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. میریم سراغ آیه بعدی، آیه شماره 13. وله اینجا وقت واو بیایه اندک حکم ضمه یا پیش تقویت میشه و به صورت واو خوانده میشه. وله ما سكن في الليل والنهار
وهو السميع العليم. میریم سراغ آیه بعدی. قل أغير الله قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. خب قل اللام ساکن است. أغير الله لفظ جلاله پر خوانده میشه. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم ولا يطعم قل باز هم ساکن است. إني أمرت مد منفصل. إني أمرت ری مرقق خوانده میشه چون ساکن است ما قبلش مکسور. أمرت أن أكون أول چون واو مشدد است. أول من أسلم ولا تكونن من المشركين ولا تكونن من المشركين. اینجا ر باریک خوانده میشه و کاف هم باریک است. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل إني أخاف مد منفصل. إن عصيت. چرا این عصیت نمیخوانیم؟ به خاطر که واضح است بعد از حرف نون ساکن حرف عین هست اظهار. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. يوم عظيم باز هم اظهار بعد از تنوین حرف عین آمد. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وذلك الفوز المبين. من يصرف اینجا اخفاست. عنه يومئذ فقد رحمه. اینجا بعد از تنوین حرف فی آمد و اخفا میشه، حکم اخفاست اینجا. وذلك الفوز المبین. میریم سراغ آیه بعدی.
وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل. اگر فرضاً نفس بند میشه مثل که نفس ما بند شد با سکون لام توقف میکنیم، در حالی که اینجا باید وصل کنیم. و این یمسسک بخیر فهو على كل شيء قدیر. و این یمسسک و این یمسسک اینجا اخفاست، ببخشید اخفا نه که حکم ادغام است، چون حرف یاست و یا از جمله حروف ادغام هست که در کلمه یرملون جمع میشه. و این یمسسک الله بضر فلا اینجا اخفاست، فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. آخرین آیت که آیه 18 است. وهو القاهر فوق عباده وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير وهو الحكيم الخبير. خب بینندگان ارجمند و گرامی، درس اصلی ما که صفحه 128 و 129 قرآن چاپ مدینه منوره بود، یعنی از آیه 1 الی 18 سوره انعام تمام شد و حالا همین درس را با دقت انشاءالله با صدای شیخ محمد صدیق المنشاوی رحمه الله گوش میدهیم و بعد از آن بار دیگر در خدمت شما گرامیان با بخش دیگری از کلیپ های ارسالی تان و همچنین درس فرعی ما که سوره ماعون هست خواهیم بود. با ما باشید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مجدد و دوباره در خدمت شما هستم با تلاوت آیه های 1 الی 18 یعنی صفحه 128 و 129 قرآن چاپ مدینه منوره را با صدای شیخ محمد صدیق المنشاوی رحمت الله تعالی علیه شنیدیم و همچنین به بخش دوم کلیپ های ارسالی شما عزیزان گوش دادیم و برخی نقاط را اینجا یادداشت کردم که خدمتتان میرسانم. البته در بخش دوم کلیپ ها عبدالرحمن جان از سعودی، عایشه 2 سال از افغانستان، فرزاد از ایران و یکی دیگه از پسره که گل دیگه از ایرلند بودن که نامشان نوشته نبود و همچنین سارا گل از کابل. خب عبدالرحمن جان آفرین، الحمدلله که خیلی خوب خواندی و اشکال قابل ملاحظه نداشتی، فقط مینل جنتی و الناس، فقط این نقطه را متوجه باش پسرک گل. و بعدش میریم سراغ عایشه 2 سال. سبحان الله، از چهره این دختره که گل ما مشخص است که چنانه که نوشتن 2 سال است، یعنی واقعا که حرف زدن و سخن گفتن طبقی که ما میبینیم بلد نیست. اما
الله تعالی وعده کرده ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. خداوند کلام خود بر زبان کودک های نازنین و معصوم چون عایشه جان میسر و سهل و آسان گردانیده، در حالی که شاید خیلی کلمات که به زبان خودش زبان فارسی باشه بلد نیست، اما سوره فاتحه را خیلی زیبا و خیلی روان تلاوت کرد. احسنت، آفرین دخترک نازنین ما عایشه جان، آفرین، احسنت. خب بیننده بعدی ما فرزاد جان از ایران. فرزاد سوره فاتحه را خوب تلاوت کردی، آفرین پسرک گل. فقط متوجه باش اهدینا الصراط، صراط نمیخوانیم، صراط یا صراط خوانده نمیشه، مکسور هست، کسره داره، زیر داره، صاد. صراط الذين انعمت عليهم یا اهدینا الصراط. و کلمه بعدی غیری، غین قاف نی، غیری نمیخوانیم، غیری المغضوب عليهم ولا الضالین. خب فرزان جان آفرین، احسنت و منتظر کلیپ های بعدیت نیست هستیم انشاءالله. پسرک گل ما از ایرلند سوره فجر را ماشاءالله خیلی زیبا و خیلی ها متقن تلاوت کرد و تا جایی که من شنیدم من هیچ ملاحظه از این پسر ما نگرفتم. ماشاءالله، خداوند حفظت کند بچه گل. بیننده بعدی ما ساره شیرین، ساره 4 ساله از کابل بود. این دختره که شیرین و نازنین ما هم مانند دیگر نونهالان قرآنی خوب تلاوت کرد، احسنت. و از تمام پدران و مادران و اولیای اموری که در راستای تربیه فرزندانشان گام برمیدارن و زحمت میکشن و تلاش میکنن و این نهالا را با قرآن خدایشان و با کلام پروردگارشان آشنا میسازن، از تمام اونا تشکر میکنم و خداوند برایشان جزای خیر و پاداش مضاعف عنایت بفرماید. حالا میپردازیم به درس فرعی این جلسه از جلسات برنامه آموزش روحانی قرآن که البته اگر در به یاد داشته باشید در برنامه گذشته ما سوره کوثر را تلاوت کردیم، این اعطیناک الکوثر، و حالا میرسیم به ترتیب از زیر و بالا میریم. سوره ماعون امروز تلاوت میکنیم و شرح میکنیم. سوره ارائیت الذی یکذب بالدین. با ما باشید دوستای گرامی. در اتاق کنترل اگر صفحه مونیتور نشان بتن. بسم الله الرحمن الرحیم. أرأيت الذي يكذب بالدين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. شرح میکنیم. ارائی اینجا یا ساکن هست، ببخشید اینجا یا ساکن هست، بنان ارائی تلذی یکذب، ذال اینجا مشدد است، یکذب ارائیت الذی یکذب بالدین مستقیما وصل میکنیم بدال بالدین
فذلك اینجا الف است. فذلك الذي فذلك الذي يدعو نمیخوانیم، يدعو چون عین مشدد است، شده داره. يدعو اليتيم فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض مانند يدعو اینجا باز هم يحض داریم، ضاد مشدد است. ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين طعام المسكين فویل برخیامین میخوانن، فویلون خوانده نمیشه، فویل مصلین چون بعد از تنوین ما حرف لام داریم و لام از جمله حروف ادغام هست. فویل مصلین الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون همزه است، یراعون باز نخوانیم، یراءون ويمنعون نعون خوانده نمیشه، نعون چون عین است. ويمنعون الماعون. خب به این ترتیب رسیدیم به پایان درس فرعی این جلسه از جلسات برنامه آموزش روحانی قرآن کریم. حالا نوبت میرسه به تماس‌های شما عزیزان و دوستانی که مایل هستن تماس بگیرن. اگر درس امروزی را تلاوت میکنن یا درس‌های فرعی ما که سوره های کوتاه قرآن است و یا هم سوره فاتحه که در اولویت قرار داره، ما در خدمت شما عزیزان و گرامیان هستیم. اولین تماس را میگیریم. السلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من عایشه هستم از مشهد. به عایشه گل از بیننده های دائمی ما هستی عایشه جان، و قبلا کلیپ های هم از عایشه جان پخش کردیم. بفرما عایشه جان کدام سوره تلاوت میکنی؟ این انزلنا. خب بفرما ما در خدمتت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من عایشه جان متوجه شو؟ لیله نه، وقتی لیله گفتیم یعنی لام مکسور هست، در حالی که لام فتحه داره، پس لیله بفرما. ليلة القدر أحسن. خير ليلة القدر خير من ألف شهر. ليلة القدر خير من ألف شهر. ما شاء الله. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. به دخترک گل عایشه جان، احسنت عایشه جان از جمله بیننده های. خدیجه خواهرم. خب بفرما خدیجه. بفرما خدیجه خانم در خدمتت هستیم. بفرما دخترک گل. علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرما خدیجه جان. الحمدلله، لطف پروردگار. تو خوبی؟ من شما خوبی؟
الحمدلله منم خوبم الحمدلله. و دعای تو دعا کن خدیجه جان به حق من. میخوام یه سوره تلاوت کنم. بفرما دخترکی گل. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ماشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس. دخترکی گل ملک الناس. خدیجه جان ملک الناس. من شر وسواس خناس به الذي يوسوس في صدور الناس من جنة الناس. به ماشاءالله من الجنة والناس. به خدیجه گل احسنت دخترکی گل. فقط متوجه باش خب دل تو که برای ما تنگ شده، حتما دل ما هم برات تنگ شده خدیجه گل. دخترکی شیرین. تشکر خدیجه جان، تشکر. خدیجه و عایشه البته از بیننده های دائمی ما هستن. از سلام برسون. چشم دخترکی گل، انشاءالله چشم. خیلی دوستتون دارم. تشکر میکنم. خدا حافظ تو همچنان. خدیجه جان و عایشه جان دخترکای گل از مشهد هستن و دائما کلیپ های میفرستادن. امروز الحمدلله که موفق شدن تماسشون وصل شد. تشکر میکنم از دو نونهال بوستان قرآن و گلستان قرآن و میریم سراغ بیننده بعدی. سلام علیکم. بله سلام علیکم استاد گرامی. محمد هارون از مکتب. خب محمد هارون جان هم از بینندای دائمی ما هستن. فکر کنم یه هفته موفق نشدن کلیپ بفرستن. محمد هارون جان بفرما از کجا تلاوت میکنی؟ از اینجا درس از آیت اول الی پنجم. از آیت اول تا پنجم درس امروز؟ بله. بفرما محمد هارون جان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات والأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. صدق الله العظیم. تشکر محمد هارون جان. اما فقط متوجه باش وقت در سطر اول وجعل الظلمات نمیخوانیم. وجعل الظلمات والنور. وجعل الظلمات والنور. و نقطه دیگه محمد هارون جان و اجل مسمن. اینجا اظهار میکنیم، نون میخوانیم. و اجل مسمن عنده. اگر وقف کردیم عنده باز نمیخوانیم. اگر وقف کردیم بعد شروع میکنیم ثم انتم تمترون. استاد برادر دیگه میخواد تلاوت کنه. بفرما خودش معرفی بکنه برادرت. بفرمای. بله سلام علیکم. محمد شبیر هستم. میخوایم آیات بعدش رو تلاوت کنم. و علیکم السلام. محمد شبیر جان در خدمت هستیم. بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. علم یروکم ما اهلکنا من قبلهم. محمد شبیر جان دوباره میشه بخوانی؟ دوباره اما آهسته، آرامتر، عجله نکن.
عجله نکن محمد. ألم يروكم أهلكنا نه من نه نه قبلهم نه نه محمد شبیر جان متوجه باش. الم يروا كم اهلكنا. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا محمد شبیر جان یک نقطه را پسرک گل متوجه باش. وقتی دیدی که نفست یاری نمیکنه توقف کو. با توقف دائما گفتم ما در هر وقت شرح میتونم و جاهایی که توقف میکنم میگم مثلا مدرارا نمیخونیم مدرارا. و حرف مشدد هم مکنهم. ببین وقتی میخونی الم يروا كم اهلكنا من قبلهم مثلا نفست یاری نکرد. من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم. و آرام بخوان عجله نکن. بفرما. عليهم مدرارا احسنت. وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. اینجا وقت فأهلكناهم بذنوبهم توقف کردی بعد شروع کو و انشأنا من بعدهم قرنا آخرین. بفرما. وانشأنا من بعدهم قرنا آخرین. محمد شبیر جان چون خی مفتوح است، فتحه داره، زبر داره. آخرین که خواندی تو چی کردی؟ خیر مکسور کردی. در حالی که اینجا اگر قرآن متوجه باشی صفحه روی مانیتور ظاهر است، روی صفحه پرده تلویزیون. آخرین. بفرما. وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. أحسن. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. محمد شبیر جان وقتی فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا خلاص توقف کن. بیست. بعد إن هذا إلا سحر مبين. بفرموا. فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن كفروا قفتي بعدش برو أي بعدش كفروا خلاص. لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا وتوقف اگر دیدی که نفس دیاری نکرد ملكا خلاص. ملكا لقضي الأمر ثم لا ينذرون. شاباس. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فهاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون.
صدق الله العظيم. آفرین محمد شبری جان، آفرین. استاد برادر محمد متین میخواد. خب بفرمایید. محمد متین جان بفرما. السلام علیکم استاد گرامی، محمد متین هستم. میخواستم از آیات بعدش تلاوت کنم. آیت بعدش بفرما، در خدمتت هستیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل انطروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله اتخذ ولي. دوباره محمد متین جان قل أغير الله أتخذ وليا فاتر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف أن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو قاهر. دوباره وهو قاهر. نه دوباره متوجه باش، لام داریم محمد متین جان. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم القدير. دوباره امی آیت دوباره بخوان. دوباره محمد متین جان امی آیت بخوان. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم القدير. آفرین محمد متین جان، آفرین. بله، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته استاد گرامی. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید خواهر گرامی. استاد گرامی، ما روز بعد داشتیم محمد جان سماره رو بر ما ارسال کرد، از درس گوش نکرده بودن. حال محمد جان سوره تلاوت میکنه، وقت رو دیگه زنده ها میتونید. تشکر. بفرمایید. خدا. بله، سلام علیکم محمد. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرما، از کجا تلاوت میکنی؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين والذين يؤمنون بغيب يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظیم. آفرین. فقط در اعوذ بالله و بسم الله متوجه باش. پسرک گل که لام لفظ جلاله کلمه الله مرقق خوانده میشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر.
خب میریم سراغ بیننده بعدی. بیننده بعدی اگر وصل هستن سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برنامه روخانی قرآن کریم. بله برنامه روخانی قرآن است. خواهر گرامی بفرمایید از کجا تلاوت میکنین؟ درس امروزه یا اینکه از سورای کوتاه تلاوت میکنین؟ هر جایی که مایل هستین تلاوت کنین در خدمت هستیم. باشه الان سوره‌ای که درس امروز ما البته سوره انعام است. بله بفرمایید. بله بفرمایید تلاوت کنید. روی تلویزیونمون قرآن کریم. خب قرآن کریم صفحه که شما تلاوت میکنین در مقابلتان در صفحه پرده تلویزیون ظاهر میشه. بفرمایید. خب شما بسم الله و اعوذ بالله بسم الله بگین جلوتان میبینین ان شاء الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم خواهر گرامی متوجه باشین هو الذی دوباره اینجا ما مد نداریم، مد نیست خواهر گرامی، مد نیست. هو الذی خلقكم من طین. بفرمایید. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجل وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. ما شاء الله. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يأتيهم. دوباره از ابتدای آیه اگر تلاوت بکنیم. فقد كذبوا بالحق ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم. فقد كذبوا بالحق دوباره فقد كذبوا بالحق لما جاءهم. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم قرن مكناهم دوباره حرف دوباره ألم يروا ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم أرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. صدق الله
العظیم. ماشاءالله ماشاءالله. تشکر خواهر گرامی. من استرس داشتم، استرسم کم بالا بود. نه مشکل نیست. چیزا این مسائل عادی است خواهر گرامی، این مسائل عادی است. انشالله که در مرتبه بعدی و هفته بعدی اگر مشارکتی داشتین این استرس همش خود به خود رفع میشه انشالله. تشکر. در حق ما دعا کنید. شما خدایا رو مدد دارید. تشکر. شما هم در حق ما دعا کنین. ما هم مثل شما هستیم، ما هم نیازمند دعا هستیم. ما هم دعا میکنیم و شما هم متقابلا در حق ما دعا کنیم انشاءالله. تشکر. انشاءالله شما را خدایا رو مددگارتون بشه همیشه. آمین آمین یا رب العالمین. آمین. تشکر. میریم سراغ بیننده بعدی. سلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید برادر گرامی خود معرفی بکنین، از کجا تلاوت میکنین؟ سعید مصلح هستم از تاجیکستان. خواهم درس امروزه را تلاوت کنم. سعید مصلح درس امروز تلاوت میکنین انشالله؟ بله. خب اگر صفحه بعدی را صفحه 129 را تلاوت کنین ممنون میشم. از ولو جعلناه ملکا لجعلناه رجلا، از اینجا اگر شروع کنین. از آیت یکم نه از آیت 9 شروع کنین، چون صفحه 129 را یعنی از آیه 1 تا آیه 8 بیننده ها چند بار خواندن و حالا از شما خواهش میکنیم که صفحه بعدی را تلاوت کنین، از آیه 9 شروع کنین. صفحه ظاهر میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحق الذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. اگر دوباره لطف کنین چون قطع وصل میشد امی آیت دوباره تکرار کنین. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. متوجه باشین برادر گرامی، ولقد استهزئ نمیشه، ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم. بفرمایید. ولقد استهزئ برسل لا ولقد استهزئ ولقد استهزئ ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل لمن ما في السماوات والأرض قل الله كتب على نفسه الرحمة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. صدق الله العظیم. ماشاءالله. تشکر برادر گرامی سعید مصلح. ماشاءالله تلاوتتان زیبا، صدای خوشی هم داشتین. امیدوار هستم که در هفته‌های بعدی برنامه‌های بعدی هم مشارکت داشته باشین.
خب میرم سراغ بیننده بعدی. سلام علیکم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرما. بفرما الهام الدین جان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الأنعام مكية. يا بسم سلام. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. هو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الهام الدین جان. تشکر واقعا زیبا خواندی. واقعا نفهمیدم الهام الدین جان. تشکر. خب برادرت خب مهران الدین است؟ بله. بفرما. في أمان الله. بارك الله فيك يا بني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بفرما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الأنعام مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء دوباره امی آیت مهران الدین جان دوباره از ابتدای آیت اگر شروع کنی. الم یروا کم اهلکنا. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا جعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. فکر کنم که تشکر الهام الدین جان و مهران الدین جان از این دو عزیز و ارجمندی. بفرما گرچه وقت تمام شده لکن بفرما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرما. یوسف جان بفرما. یوسف جان در خدمتت هستیم. بفرما از کدام سوره تلاوت میکنی؟
بفرما یوسف جان تلاوت کن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. تشکر انشالله که یوسف جانم داره در مسیر برادرایش الهام الدین جان و مهران الدین جان قدم میگذاره و واقعا سوره اخلاص با تجوید تلاوت کرد. ما واقعا حقیقت مخفی نمیکنم که تشکر فی امان الله. وقتی این برادرها میشه که اینها را ماشاءالله دو برادر و یوسف جان کلیشان اینا را مثلث اتقان بنامون، ماشاءالله خیلی با اتقان و خیلی با مهارت تلاوت میکنن، در حالی که سنشان هم از 8 سال و 7 سال و 6 سال فکر کنم تجاوز نمیکنه. لکن ماشاءالله وقتی فرزند درست تربیه میشه، وقتی با قرآن تربیه میشه، وقتی پدر و مادر توجه میکنن و با قرآن فرزندا را آشنا میکنن، اینطور فرزندای نازنین به بار میآیند. تشکر میکنم. در دقایق پایانی برنامه قرار داریم، اما بخش سوم کلیپ ها باقی مانده. بخش سوم کلیپ های ارسالی شما را با هم میبینیم و بعد از آن اگر فرصتی بود تعلیقات خواهیم داشت. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلوات ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد.
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. سلام مجدد دوباره در خدمت شما هستم و در دقایق پایانی قرار داریم و اگر فرصتی هست انشالله تعلیقات میکنیم. بله درست است، میگن فرصت هست. فقط میخواستم اینجا اگر مانیتور نشان بدن دوستای گرامی یک نقطه را توضیح بدم. وقتی ما آیه یک میگیم آیه یک از اینجا شروع نمیشه، هو الذی نیست، آیه یک از اینجا شروع میشه و به همین ترتیب وقتی به طور مثال اینجا میگم آیه 7 از اینجا شروع میشه، وقتی آیه 8 میگم آیه 8 از اینجا شروع میشه. فقط خواستم توضیح بدم چون برخیار اگر میگیم آیه 9 را بخوانین میان از اینجا شروع میکنن ولقد استهزئ برسل، در حالی که آیه 9 از اینجا شروع میشه. یک توضیح عمومی بود که بیننده ها فقط متوجه شدن. خوب برمیگردیم به بخش سوم کلیپ ها که عبدالله جان از سعودی بود و آسیا از روسیه و آدم از کردستان عراق و سلمان از تاجیکستان، همچنین ابراهیم از تاجیکستان و سمیه از افغانستان. خب عبدالله جان ماشاءالله آیت اول سوره بقره تلاوت کردی، احسنت پسرک گل. فقط و یقیمون الصلاة و یقیمون الصلاة، صلوات نمیشه پسرک گل، و یقیمون الصلاة. فقط این نقطه را من یادداشت کردم. خب میریم سراغ بیننده بعدی آسیا از روسیه. سوره اخلاص دخترک گل ما و دخترک شیرین ما خیلی زیبا تلاوت کرد، احسنت آسیا جان. و تشکر میکنم هم از آدم جان از کردستان عراق، فقط فراموش کرد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یک آیه را فراموش کرد. سلمان جان از تاجیکستان آفرین پسرک گل، سوره تبت ید ابی لهب یا سوره مسد را درست تلاوت کرده، احسنت. ابراهیم جان 3 ساله، واقعا ابراهیم جان 3 ساله هم مرا به یاد الهام الدین و مهران الدین و یوسف انداخت. واقعا هم نمونه از تربیه قرآنی است و برخی فکر میکنن که هنوز طفل ما، کودک ما سنش 3 ساله است، 4 ساله است، کوچک است، بعد انشالله 8 ساله و 9 ساله و 10 ساله که شد باید آموزش میتیم و باز قرآن فرا میگیره. و نه، تربیه از همون سنین کودکی، از همون سنین اولی، سن 2 سالگی و حتی قبل از اون شروع میشه. حال ماشاءالله ما وقتی به تلاوت ابراهیم 3 ساله گوش کردم مشخص بود که 3 ساله است. خیلی زیباست، آیات اول سوره یاسین را خیلی زیبا و خیلی منظم تلاوت کرد، به جز خطاها و اشتباهاتی که البته خیلی ناچیز است، مثل من اتبع الذکر. ابراهیم جان من اتبع الذکر و خشی الرحمن فبشره بمغفرة و اجر کریم. عموما ابراهیم هم نمونه زیبای از تربیه هست که ماشاءالله از خداوند حفظ کنه ای پسرک گله و همچنین به پدر و مادر ای فرزند گل ما ابراهیم جان اجر وافر نصیب بکنه. خب میریم سراغ آخرین بیننده سمیه جان از افغانستان. دخترک گل ما سوره فلق خوب زیبا تلاوت کرد، فقط یک مشکل داشت، مشکل اظهار میکرد جایی که اخفا بود. سمیه جان من شر غاسق اذا وقب و من شر النفاثات فی العقد، اینجا همش تقریبا اخفا هست. من شر بعد از نون ساکن شین هست، اخفاست. و من شر ما خلق به همین ترتیب اینجا اخفا هست، پس اظهار من نخوان، من شر من نفاثات نه، و من شر النفاثات اینجا حق نون مشدده باید ادا بکنی. من شر و من شر نفاثات نمیشه، و من شر النفاثات فی العقد و من شر حاسد اذا حسد. خب از تمام بیننده های عزیز و گرامی که تماس گرفتند و کلیپ ارسال کردن و
پای برنامه خودشان نشستن و این برنامه را مشاهده کردن. از تمام شما گرامیان تشکر میکنم و از درگاه الله متعال برای خودم و برای همه شما عزیزان آرزوی صحت و سلامتی و پاداش عظیم و بزرگ را مسئلت داریم. تا برنامه دیگر و دیدار دیگر همه شما گرامیان را به پناه الله یکتای بی همتا می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.